نشو جونکم من یگو روحشو میومم نخود من تو در کوچه گذارم. لبای پینور تو در کجایی؟ کمال برامده رفت در مهمون خونه خودم تنها موندم. یگان کار رو حل کردی؟ شد تمام بسیار گپ نزن گپ رو کم کن. در خانه آسیام فریده رو انتظار شدم برای همین دیر کردم. با او گپ زدی؟ انتظارم شاهزاده همون اقلا یک بار لطف نموده با پایان تشریف نآوردند. گوش کن این دفعه بهانه نمیخواهم در حال آسیا رو به اینجا فریست. مایدش خواطر نشو حل میکنیم. بعد تو میگویم همراهی کودک به خانه موندم. تینور حل میکنم گفتم شده کن در جایت نشسته مرا انتظار شو. با فکرم میآید تلفن رو خاموش میکنم. یک دقیقه من نزد خانم آسیا میروم. متاسفانه خانم آسیا کمی نوتوب شده است. بعد یک چند روز وا میخوریم گفت. چه خیلی با او که بودنی مرا نگفتی که جانان آمده است؟ بله گفتم خانم جانان آمده است. خب من میروم. بله خیر مایلش پالتویم رو بیار. مایلش اگر سروس من نمی بودم و تو روزت رو نشان میدادم آسیا. بعضی چیزها رو شنیدید و زود باور کردید. همین خیلی از آنها نیرو از من شبه داری. همین خیلی چرا؟ زیرا من در این آستانه خدمتگار هستم. به همین خاطر طاقت میکنم. او حق است. بیهوده او رو تهمت نمودم. باید کاری کنم که او مرا ببخشد. عارف یک آدمی پس بود. برای پول همه کار رو میکرد. از این رو از سخنانتون شبهه ندارم. یگانه امیدم شمایید. هر چیزی رو که میدونید التماس نقل کنید. او شوهر شما بود. نخود یگان کار شبهناکش را ندیده باشید. در اصل روزی گذشته شاهدی با یک مرد صحبت کردنش بودم. لیکن به این کار چی علاقه دارد نمیدونم. به بیمارخانه رفته بودم. اون مرد در حجره‌اش بود. با عارف جنگ میکرد. چی خیلی آدم بود؟ قد بلند، موهای سفید، مثل بیمار بود. فرزندم در کجاست گفته داد میزد. وقتی من به درون در اومدم خاموش شدم. عارف از اون خواست که به بیرون براید. احوال مرد به ناگاه بد شد. خیلی زیاد سلفه میزد. به او آب دادیم. کمی به خود آمد. بعد وقتی رفتنش به عارف یک سروغه داد. آنجا بیا گفت. شوهرتون به آنجا رفت؟ نمیدونم. سروغه دادش را در خاطر دارید؟ به فکرم تپای غلطه بود. کدام روز؟ وای روزی سه شنبه ساعت 1:30 گفته بود. یعنی همین روز. Varsın görmesin gözüm, kalbimden vuran şikarı. Varsın değmesin elim, rüzgarı ağlatan saçını. Varsın güneş doğmasın, kalsın ahı. Varsın sabah olma
olmasın. Ben çekerim günahı. Belki yar aşkının esiriydim. Belki of sevdana serseriydim. Belki yar dermansız bir dertliydim. Sevdim amansız sevdim. Belki yar aşkının esiriydim. Belki o sevdana serseriydim. Belki dermansız bir dertliydim. Sevdim amansız sevdim. پروا نکن آسیا، دخترم رو میابیم و تو قول میدیم تا هر دویتون را یک جا نکنم. من میمیرم، اصلا نمیمیرم. Belki yar aşkının esiriydim. Belki of sevdana serseriydim. Belki yar dermansız bir dertliydim. Sevdim amansız sevdim. نهایت تشریف آوردید. خانم آسیا در کجاست؟ امروز از آسیا به ما فایده نیست. خودت یک بلو کرده جایت رو یاب. از برای خودم من از کجا جای میابم؟ اگر خودم یافتم میتوانستم از سحر در اینجا تو رو انتظار نمیشدم. با من نگر، این مسئله رو دراز نمودی. در این سحری بر وقت مرا هم ناراحت نمودی. چطور جای رفتن نداری؟ با خانه اش رفتم، مرا شرمنده نبود، حتی به نظر نبر اومد. چیزی چورت رو جمع کرده به خانه شوهرت رفت. چی گفتی؟ به خانه شوهرم روم؟ تو میتوانی به خانه او روی. شمایان یک کاخ دارید. وقتی که یک جای زندگی میکنی مهر محبت پیدا میشه. یعنی من فکر میکنم طبیعتتون با هم موافق است. وقتی از دور مینگری شما رو زن و شوهر گمان میکنند. حاضر مویهایت رو کنده به دستت میدهم. تو در نزد آدمو جرأت کرده گپ بزنی. با من گوش کن. حاضر خستت رو لگت کوب میکنم. مرا فهمیدی؟ تمام. در کجای میخوایی استادن گیر. من به اینجا آمدنم خطا بود. اوه، مادر و دختر خودتون تنها نشستهید؟ احوالتون خوب است؟ خانم آسیا شما رو ناراحت نکرد؟ من اومدم پرسم که یگان خواهش دارید یا نه؟ خیر، من میروم. شما رو تنها میگذارم. کاری خوب میکنی. من همراه خانم پینور کمی صحبت کنم. باوری دارم که به من گفتنی های زیاد دارد. من بعد با تو وا میخورم. پاچت رو گیر پینور. خیر، تو چی طور این کار را کردی؟ چی طور دخترش بودنت رو به خانم آسیا باور کنندی؟ من به کسی چیزی رو باور نکنندم تیمور. خانم آسیا رو ما که ها باز میشناسیم. من رو به جای دختری کن کرده اش گذاشت. حتی به یشیل نگاه نکرده ها؟ معلوم می شود که من رو از او دیده به خود نزدیکتر می داند. آسیای بیچاره با آتش بازی کردنشو نمیداند. لیکن حتما نفر پیدا می شود که رفته هوشش رو به سرش می آورد. با این تهدیدهایت مرا ترسانده نمیتوانی تیمور. اگر مرا به حالم نگذاری اول تو رو در اون آتش میسوزانم. خاکسترت رو باشد در نزدی در اشیل میگذارم. مرا فهمیدی؟ من فهمیدم و تو باشی حالا هم نفهمیدی.
آن همه ثروت را نمیگذارم از تو شوند. عمری دراز دیدن خواهی از آسیت دوری جوی. من با تو چیکار کردنم رو میدونم. Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Uf, این چه هوا است؟ همش رو یک باره میفروشم. پایم رو ساخ زدم. بگمانم در وقتی ناموساییدم. التماس مرا ببخشید، لیکن از سحر باز با اینها مشغولم. در بالای این باز پایم رو زدم. اگر خواهید من با شما کمک میکنم. اگر زحمت نشود. چه خیلی زحمت، 2 دقیقه وقت رو میگیرد. خوش. این طور باشد این رو کمتر پیشتر میبریم. اما بله در حقیقت وزنیم بوده است. و باز اگر این رو کمی توب دهیم بهتر می شود. مایلش خوب. با کنج؟ بله، کمی دیگر به طرف راست توب دهید بهتر می شود. تمام؟ انسانی بدم همین طور نی؟ از در ندر آمده به شما کار فرمودم. اگر یک قهوه آماده کنید برابر می شود. مایلش. مرحمت کرده شنید. خیر، مسئله خانه چی شد حل کردید؟ حالا هم کارت ایستاده‌ایم. نیت داریم که خانه کلان اجاره گیریم. چرا؟ فرزندانم را همراه هم میگیرم. در اصل من برای همین کار به نزدتان آمدم. از شما مصلحت پرسیدن میخواهم، اگر وقت داشته باشید. البته مرحمت خواهش میکنم. چند قاشق شکر؟ شما زحمت نکشید. خانم مالکه چند وقت است که از همسرم جدا زندگی میکنم و من گمان نمیکنم که اصلاح شود. نیتی جدا شوی دارم. زیغ شدم. البته برای فرزندانم خوب نمیشود. یعنی همه چیز به سری آنها میآید. اگر خواهید صحبتمان رو در وقت خروج دوام دهیم.
خوری؟ بله تو حال خوراک نصف روزی نخوردم و باز اگر این قهوه رو نوشم میدم بیمار میشود. چی خیلی که شما خواهید؟ این طور باشد بیایید رویم. رفتیم. گیرید خورید. هوا خنک شده ایستاده است. با خانم فریده کمی هم باشد چی شده. انسان خوب می نماید. شاید باز هم آشتی شده. دشوار است. علاقه در بینمون مهر نمونده است. سبب جنگ کردنتون در چیست؟ اگر مسئله شخصی نباشد ممکن است فهمم. لطفاً درست نفهمید. برای جدا شویتون پرسیدم. همه چیز با در آمدن پینار سر شد. بعد از آن مثل آتش بزرگ شد. در این حالت شما گناهکار حساب میشوید؟ بله میدونم. لیکن چیکار کنم وقتی رو پس گردانده نمیشود؟ با پینار بغیر از خیری دین دیگر یگان رابطه ندارد. پس همه این رو همین طور به خانم فریده نقل نکردی؟ البته نقل کردم. بارها التماس نمودم. لیکن هر مرتبه جنجال میکرد. بعد من هم بیزار شدم. هرچی باد و باد. التماس مرا ببخشید. شما رو ناراحت نمودم. مهم نیست. زیرا من خودم دلم رو خالی نمودم. لیکن من در فکری فرزندانم هستم. برای یاسین و امینه را گرفتن حالا نمیدونم باید تمام شدن صبح رو انتظار شود. البته برای کودکان رو گرفتن حتما باید انتظار شود. لیکن یک چیز رو فراموش نکنید که چقدر خانم فریده حقوق دیدن کودکان رو داشته باشد شما نیز حقوق دیدن دارید. یعنی بین همدیگر شرطنامه کنید. شرطنامه با فریده؟ مرا نخندان. یگانه راهی کودکان را از او به زوری گرفتن است. خوب است؟ تشکرم خوبم.
در کجاست؟ کی؟ خانم آسیا زود جیغزن در کجای باشد زود بیاید. پینور چی شد؟ شما مادرم هستید؟ جواب دهید مادرم هستید؟ مادرم هستید؟ التماس یکدم نشین. شد است پی کار. خوب شده است. پینور گوش کن. اون چیزی که تو میگویی یعنی من این رو به تو کی گفت؟ آقای تیمور او گفت. گمان کرده است که من میدونم. من شنیده حیران شدم. یعنی راست بوده است. پینور باور کن به تو گفتنی بودم. حتی با مادرت گپ زدم لیکن فرصت نشد. مادرم بوده است. هم از شما و هم از اون نفرت دارم. پینور این طور نگوی. من سالها باز در حسرتی تو بودم. این طور باشد چرا پرتفته رفتید؟ برای چی مرا پرتفته؟ او خیلی نمیشود. نه خود مادر فرزندش رو پرتوید یا فراموش کند. من تا حال تو را مرده فکر میکردم. با این غم عمر بسر میبردم. دیگر دروغهایتان را گوش کردن نمیخوام. فهمیدید؟ من هم غمی فراق را به شما میچشونم. پینور لطفا مرا مرده میدونستید. همین طرف فکر کردن را دوام دهید. خواهش میکنم. پینور انا همین قدر در 2 دقیقه حل شد. صحنه یکم تمام. اکنون از پس من دویدن گرفت. اگر مادرم خواتیر شوند چی؟ هوا خیلی خنک. مایلاش دستم رو دار. ها؟ پدر شیری نکنیم من. خودتون تنها به خونه میروید؟ نه مادرمون برای بردنمون نیاید. کاری در کجاست؟ نمیدونم نااماده است. من شما رو به خونه برم؟ شما برای دیدنی ما آمدید؟ بله خواستم با شما کمی صحبت کنم. درباره چی؟ همراه من به خونه میروید؟ حاضر میروید؟ حاضر نه به قریبی پس از کوچیدن. مادرم چی؟ آن نیز میآید؟ نه تنها هر دویت. مثل روزهای پیشتره همراه عمکتان، ینگه‌تان و بیبیتان شاید آمدن شما رو فهمیده بابایتان هم آید. ها؟ کنی رفتیم.
خانم جانم از پینور یگون خبر نیست. آقای کمال هم ندیده است. به کجا رفته باشد؟ همه جا رو دیدم. نمیدونم خانم آسیه. من به شما گفته بودم که به او گوید. به شما گفته بودم. دختری من بسیار حساس. من همینطور زوره من میترسم که با خودش یگون کار نکند. خانم آسیه به کجا رفته باشد؟ یگون دوگانه نزدیک دارد. یگون جای دارد برای رفت. دختری من بسیار حساسی است. من میترسم که با خودش یگان کار نکند. خانم آسیه به پلیس خبر دهیم؟ نه همین که من به کجا رفتنش رو دانم خبر میرسونم. شما خواطر نشوید. من در کجا بودنش رو فهمیده حتما با شما خبر میدیم. خواطر نشوید خانم آسیه. او رو یابید خانم جانون. از شما خبر انتظار میشوم. خواهش میکنم مرا خبردار کنید. من لش تا سحر خواب نمیکنم. شما پروا نکنید خانم آسیه. همین که او رو یافتم با شما حتما زنگ میزنم. خیر. در اصل فکری خوب. کدامش؟ چه خیلی گفتی میترسم که با خودش یگون کار نکند. مثل دیوانه ها گپ نزن. بیعقلی نکن. دیوانگی کردن کاری دوست داشته من است. آقای غالی میآید. تو زود از اینجا رو. خیر میلش تا باز دی. یک دقیقه ایستا. در کجا میستی؟ در نزد شب حرم. خودت گفتی کو. اعتراض میکردی کو؟ میبینم زود با مهر پیدا کردی. نغز ما. ساعت چند است؟ از کودکان خبرداری یا نه؟ با کی میگویم؟ شوهرت با تو گپ میزنم. شرف حاضر وقتی این نیست. فریده برای تو را آگاه نبودم تا حاضر انتظار شدم. کودکان را خوب نگاه کن. اگر بار دیگر با آنها به اهمیتی کنی چی کار کردنم را میدانم. دانسته باش آنها همراهی تو نمیمانند. چی؟ شرف التماس نکن. امروز با ادوکات گپ زدم. از تو جدا میشوم. کودکان رو هم با خود میگیرم. شرف باز کاری ختم میکنی. امینه و یاسین زیخ میشوند. خوب از فهمیدنت خوشحالم. این طور باشد هر چیز زودتر کودکان رو تیار کن. همین که به خانه نو کوچیدیم کودکان رو آماده میبرم. اگر تو یگان مشکلی ناری. شرف التماس نکن. آنها عائله ای منند. در این دنیا تک و تنها ماندنی مرا. این سوال رو وقتی پدر و مادرت رو یافتی از آنها میپرسی. زیرا تو را نه من بلکه آنها ترک نمودند. شام بخیر. از نزد خانه اتون گذشته اعلان رو دیده. ممکن است تماشا کنیم؟ در این نماز شام کاری دیگر ندارید مگر؟ پس از 2 روز بیایید خانه رو خالی میکنیم. بعد با حضور تماشا میکنید. دخترم در دستت یک چیز رو داشته نمیتوانی. کودک رو چی طور میداری؟ نخواست شد خیر. بزار من خودم میگیرم. اوف این خریدارها هم بیزار کردند. اوف خوش آمده. چی حال دارید مادر؟ خوبم پسرم هیچ نیست. چی حال داری جانکم؟ دستتون رو ببوسم. کنی گذرم. سلامت باشی دخترم. گذر ما با گل رو از بانک آمدیم. او با من کفیل شد. انشاءالله بعد از یک چند روز با من پول میدهند. تشکر دخترم. همیشه به ما کمک میکردی. امروز هم رو تنها نگذاشتی. خدا از تو راضی باشد. استغفرالله. شاید گروس نباشید. بیایید اگون چیز خورید. بیایید کنی گذارید. گذر دخترم. کنی رو دور کودک رو دور. نور و صفا آوردی کنم. از من جدا طاقت کردن توانستی.
بله همین تا. بیا چه شد؟ وقتی من می اومدم چهرت خیره بود، حالا باشد خوب شده ای؟ هم خوب شدم هم خوب کردم. خانم آسیا از صبح باز مرا میجوید. با اینجا هم اومده بود؟ اومده بود چنون گریه میکرد که انا همین قدر. از برای خدا مگر با جانان کارو باور کردن ممکن است؟ این چیز بخیر است. ویتامین نوبتی پرده دویم است. گلک من از کجا با سرت میآید؟ آخر خیلی مونده شدم. لیژرانی نیکا خیر کمی باید قوت گیرم. باید خودم رو برقرار کنم. ده احمقی نکن، اونها با من لازمم. نخواهی دید یاقوتی ویتامین چی کارهایی نمیکند. بخیر است چی میشد؟ با کمک این آسیا با پای من میافتد. پگاه مرا روی دستانش میگرداند. فهمیدم تو بلایی این مادری تو. تمامی روز کوچه ها رو اندازگیری کردی. اکنون کمی در خونه گرد. راو در رکشو. خوش آمدید. از پینور یگون خبر نیست؟ نه. خانم آسیا چی شد؟ خانم پینور رو یافته توانستید؟ یگون خبر نیست. با پینور چی شده است؟ اگر در خونه می بودی میفهمیدی. مرا ببخش آسیا. برای آزاری که به تو رسانیدم مرا ببخش. اما اگر تو را تسکین دهد میگویم که حیات از من چنان قصدش را گرفت. دخترم تو رو هم تشویش دادم. بین هم روزی در روز کار میکنی مانده میشوی. نه خاله جان، آخر از جایم هم نمیجنبم. به خدا اگر به کمک احتیاج ندارم گویم دروغ میشود. آخر در خانه 3 مرد است. یا من رو خودت میدانی. از او فایده ای نیست. چیکار کنم؟ از پسی کدامش گردم. هیچ کس دستم رو نمیگیرد. هیچ کس. هر وقتی که خواهید من به کمکتون میآیم. شوهرت با تقدیر میشود.
به خدا هر کی تو رو به زنی گیرد برد میکند. زنی کارگر، زنی که از دستش کاری خونه می آید. چنون دلم به فرزندانم می سوزد. یگان نفرشان خوشبخت نشد. بین هم یک تاش رو به خاک سپاریده. تا وقتی که دیگرانش خوشبخت می شود من به زیر خاک می روم. امیرم خودش رو سوزانیده است. کنی ده دخترم، آخر آبی پیشخانه لای است میگویند. آخر به پیش چشمت نگاه نمی کنی؟ نه، گویا در اطراف دختر نمانده باشد. برای شرفم زیر نمی شود. مشکلی آسان است، اما امیر اینطور نیست. فکری جدا شدن دارند؟ همین خیل فکر دارد، اما نشان نمیدهد. خودت امیر رو میشناسی، خطا کرده میگوید. آخر در بین کودکانیز هستم، دلش میسوزد. پسرکم از آب میکشد. آه یا سومن، آه یا سومن. اون موری بیرحم است که خانم رو ویران کرده است. تو به خاموش بودنش نگاه نکن دخترم. کودکان رو هم دانسته کرده است. چی طور آنها رو نگاه و بین میکنند. حتی یک پیاله رو از جایش گرفته نمیتواند. آه یا سومن، این مار امیرم رو فرو برده است. او را سوزانیده است. با فکرم شونید. خالای نباید، دیر شد است، من میروم. دخترم تشکر. باز بیا، مرا تنها نگذار. با ماشین درا گفتم. مادر جان نکنید. برای تو پسرم، برای اون که تو در آنجا براحت باشی. اما خانه امیر را ویران میکنید. خانهش ویران میشده است. من حیات او را نجات میدهم. همان طوری که از مرا نجات دادید. چرا اینطور میگویی یشار؟ هر کاری کرده باشم برای تو را دوست داشتنم کرده. اگر دوست دارید نکنید مادر. یعنی چی؟ قاتل به جزا سیر و گشت کند؟ نه، نمی شود. تا مردن او من آرام نمی شوم. امروزها با امیر مناسبتت خوب شده است. به خانه اشان می آیی، در بانک کفیل می شوی، وجدانت را تازه کرده ایستاده ای. از من باز چی می خواهید؟ هر چیزی خواستید اجرا کردم. خواهش هایم را اجرا کرده نتوانستی. کارت را با آخر نرساندی کمی سرگل رو. در جای خطا کردیم، اما حالا ایست بخیر باشد. در مرافعت چی کار کردی؟ ما را به گریه آوردی. خیلی وفادار بوده ای. من چیزهای شده رو نقل کردم، اما وقتی سودی از حسیاتم پرسید دروغ نگفتم. من میگویم که با حسیاتت کار نکن، خطا میکنی. بعدن روزی من هم با حسیاتم کار میکنم، تو را ناراحت میکنم. دانسته باش ما همه زمان کارهایمان را به آخر میرسانیم. تو هم به آخر میرسانی.
نگاه دار. خانم میفرماید. چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ تو برای دلسوزیت با من زندگی میکنی امیر. این چه گپی گفتگی است یاسومان؟ این را از کجا برآوردی؟ وقتی که مادرت به گل رو میگفت من شنیدم. مادر بس است بخیر، بس است. از عائله من دست کشید. به خوشبختیم، به همسرم، به زندگیم کاردار نشوید. کاردار نشوید. خبر رو رسان. ها باز این کار هم نمیکنید. مادر به شما باور نمیکنم. از همسرم چی میخواهید؟ من خوشتامنی بدم و او موسیچه بیگناه. آخر تا امروز به شما چی ضرر رساند؟ چون که او در بالای برف راه گشته پیش را نشان نمیدهد و مکار است، مکار. از زیر که آب را میگذراند. شما را اصلا نمیبخشند خانم نباید. وقتی کودک رو اسقاط حمل کنی امیر تو رو میبخشد. اسقاط حمل چطور؟ وقتی تو با کارهای شرف مشغول بودی او با پدرش در بدری دکترها میگشت. چرا؟ کودک رو گرفته خودش رو طبابت میکرده است. امیر یاسومان اینها رستند. تو فکر کشتن فرزندمون رو کردی؟ نه، دکتر گفت که راه گشتن نمیتوانی، اما من این را فکر نکردم، قبول نکردم. خیر چرا با من نگفتی یاسومان؟ گفتن میخواستم اما هیچ. چون که فکر میکردی که این کار ممکن است. حیفی تو یاسومان. امیر Söylesin kimseler benim kadar benim kadar Söylesin kim özler benim kadar Söylesin kim sever benim kadar Söylesin kim özler benim kadar Söylesin kim anlar canını uğruna adar Yokluğuna kim yarar benim kadar Söyle sana kim can der kim ağlayıp kim güler Ömrünü perişan eder benim kadar داروهایتون رسید. تشکر دخترم. شما را تشویش میدید. از صبح تا شام از این بیمار با اون بیمار دویده میگردید. بالای ما حق زیاده دارید. حقتون را حلال کنید. خیر نگویید. وظیفه همون رو میکنیم. داروی دیگرتون بعد از 3 ساعت است. تشکر دخترم. دخترم از تو یک چیز رو میپرسم. امروز با من زنگ نزده بودم؟ در وقتی نوبتداری من نبود. از یگان که زنگ رو انتظارید.
یک پسرم در خارجه است. زنگش رو انتظارم. خوب شد که آمدید. آقای خیریدین کمی زیغ شدم. مایلش تشکر. من همین جایم. چی حال دارید پدر؟ خوبم پسرم. خوش آمدید. خوش باشید. صبح به نزدتان نآمدیم. به فکرم خواطر شدید. مرا ببخشید. آخر میدانید که امروزها کمی سرگردانیم. از یک طرف جمع و گیر، از طرف دیگر خانه‌کوبی. شما را میدانم پسرم، اما فکرم در یشر است. اگر میشونید دویده می آمد، باز در آنجا با او یگان گپ نشده باشد. نه پدر، این طور نگویید. دیروز با من زنگ زده بود. رقم‌های بیمارخانه رو گرفت. امروز یا فردا حتما به شما زنگ میزند. هر مایلش، من هم انتظار میشوم. پسرم، تو چه حال داری؟ رنگت زرد شده است؟ مانده شده ای؟ پدر، آن کاری که در دوش من از دیگر همه هیچ است. وای، اصلا من اومدم که با شما مصلحت کنم. خودم تنها از عهده‌اش نمیبرایم. یگان چیزی بد نیست آخر؟ نه، هیچ چیزی بدی نشده است، اما نزدیک بود که شود. یاسمان برای طبابت کردنش فکری اسقاط حمل را کرده است. یگان شخص دیگری فکرهایش را عوض کرده است. لیکن هرچی نباشد باید به من خبر میداد پدر، چون این فکر کردن او مرا غمگین ساخته است. عجبا، اگر ما به جای او میبودیم چی کار میکردیم؟ یعنی خودت تنها در عربه چسبیده باشی. درد رو نچشیده حکم برآوردن آسان است پسرم. اگر با ما همچنین میشد، تنها الله میداند از سر ما چی فکرهایی نمیگذاشتند. یعنی میگوید که عثمان بیگناه است؟ چرا گناهکار باشد پسرم؟ از راه کج نگذاشته راه راست رو همه نمییابند. من کمی فکر کند، من به کلینم باور میکنم. او کاری خطا نمیکند. تو هم باور کن پسرم. همسرت رو دستگیری کن، ترسش رو دور کن، وگرنه تو با دستان خودت رو به چاه میاندازی. بعداً من چیکار کردم گفته پشیمان میشوی، اما بیفایده است. تو چی کار میکنی؟ آن دوره رو بمنده؟ گوش کن کنار. خوب فکر کردی. باز خودت رو به بلا گرفتار نکنی. آخر نو خانه دار شدیم. من حیات شیرین گذرانیم. کمال مگر من دیوانم؟ جانم شیرین است آخر. کمی دلم به حضور شده سرم چرخ میزند. تمام. انا بین در بولایش همین خیلی لفشش بست. خیر این طور باشد خوب. مثل دردی میده. بنیت شفا. میمورم مادر جون، میمورم آخر. نه چه شد؟ درون و بیرون تازه شد ها؟ مثل طفل نوزاد شدی. گمان من میمورم التماس برای با بیمار خورم برای حالم وزدی نیست. پینار جان ویتامینی چی کار نمیکنه؟ کمان میمورم برای با بیمار خورم بر. به اینم همین را نمیخواستی پینار. احمق
آخه نباید اینطور میشد. میخواستم خودم رو بیمار نشد دهم. نخواد اینطور باشد. من خطا فهمیدم. ای وای، چرا خطا فهمیده ای؟ پینار، برای باور کردنشان داروها رو ایواز کردم. پینار، چی کار کردی؟ کمال، من با بیمار خونه برای التماس. کمال، این مادری تو خیلی زنی سرگپ است. ای خدا او تنها داروی سوز کننده خورده است. یاشار، پسرم، چرا اینقدر دور ایستاده؟ با نزدم بیا آخر. در نزدتان هستم پدر. اکنون با شما خیلی نزدیکم. پس چرا اینقدر تو رو پزمان میشوم؟ چرا حسرتم خاموش نمیشود؟ مگر شما نمیگفتید همه با تقدیر خودش آفریده شده است؟ از من همین قدر بوده است. پسرم، حالا هم دیر نشده از برگرد. این حسرت رو با آخر رسان، دیگر جدا نشویم. برای من وقت با آخر رسید پدر. اما زیغ نشوید. برادرانم را صاحبی کنید. آنها را تنها نگذارید. یاشار، پسرم، برگرد پسرم. مرا انتظار نشوید پدر. برادرانم را صاحبی کنید، وگرنه پراکنده می شوند. برادرانم را محافظت کنید. آقای خیری شما چی کار میکنید؟ میروم دخترم، دیگر در اینجا نمیستم. حالا طبابتتون به آخر نرسیده است. حاضر دکتر میآید، اقلا با او واخورید. نمیتوانم، پسرم جیغ میزند. نمیدونم چی گویم. مرحمت، من برای کرایه خانه آمدید؟ بله، برای کرایه گرفتن خانه آمدم. بیا دخترم، گذر در راه. خانم جانون، یگون خبری هست؟ چی؟ پینار خودکشی کرده است؟ او زنده است؟ چی حال دارد؟ خوب است؟ چطور؟ بیمارخانه؟ کدام بیمارخانه؟ حاضر می آید؟ من در بالا زندگی میکنم. درآمد و برآمد به بیرون علایده است. اگر قبول کنید شما در اینجا زندگی میکنید. چنانه میبینید یک دو اشیا هست. اگر خواهید استفاده میکنید، نخواهید در پشت در میگذارید. به شما لازم نمی شود. شاید به همسرتان لازم شود. نه دخترم، من تنها زندگی میکنم. این اشیاء رو چیکار میکنم؟ بین هم به نزدیکی اینها به من دیگر لازم نمیشوند. چرا چنین میگویید؟ اهمیت نده دخترم. بیا درون درا بین.
انا دخترم اینجا هم یک حجره است. شما دخترم چند نفرید؟ 2 فرزند دارم و باز خودم. ببخشید مرا. همسرتان چی؟ بخشش دخترم ناخواست برآمد، نباید میپرسیدم. هیچ گپ نه. فرزندهایتان دختر پسر؟ 1 دختر و 1 پسر. خدا نگهبانشان، خدا آنها رو از شما جدا نکند. انشالله تا آخر یک جا میمانید. انشالله. در سر بنده تاجی از لعل با قرنه و خودسوری میماند. این بدن در نزد دستت همیشه محتاج است. درت رو بگشا از دستم بگیر، من آمدم. بزرگی تو رو شنیدم با یک شب، دویده به سویت با ذوق، تمام حالم رو نمودم بالا. درت رو بگشا از دستم بگیر، من آمدم. مژده وصل تو کو که از سر جان برخیزم، تاریخ قدسم از بام جهان برخیزم. با بالای تو که گر بنده خویشم کنی، از سر زندگی و قرن و مکان برخیزم. یا رب از ابر هدایت برسان بارانه، پیشتر از آن که چوب گرد زمیان برخیزم. گرچه پیرم تو شب سخت در آغوشم گیر، تا سحرگاه ز کنار تو جوان برخیزم. خداوند به شما شفا دهد. تشکر. خودت جانم رو گرفتی. گلم تعبت خیره شده است. ویتامین ده هم ویتامین. ای دفشم از اینجا به این هم احوالم خوب نیست. جنجال نکنید، حاضر او می آید. شما رو باز نشنود. انا آمد. پینار، خوش آمدید خانم آسیه. پینار، دخترم تو چیکار کردی؟ من هم همین رو پرسیدم. پینار، چرا این کارو کردی؟ آخر با موقع اصلی میرفتیم. البته آخر روزهای خوب ما رو در پیش است. پینار جان، هیچ گاه ما جدا نمیشویم. میلش من تو رو هیچ گاه ترک نمیکنم. پینار لطفاً با من نگاه کن. بیا به خونه همون رویم. اجازت ده تو رو نگاه بین کنم. تو رو من صحت میکنم. میلش لطفاً مرا غمگین نکن. پینار جان، باقر به این کار دست زدی، اما هیچ گپ نی. حالا وقتی که هممون از این خبر داریم، میخوام حقیقت رو بگم. خانم آسیه هیچ گناهی ندارند. هر دویمون رو هم قربانی کردند. بیا مادرت رو غمگین نکن، گناه است. او رو همراهی کرده به خونه‌تون روید. تشکر خانم جانم. میلش پینار، میرویم. میلش میرویم. اما دانسته باشید حالا شما رو نبخشیدم. من فهمیدم، همش رو فهمیدم. بیا رفتیم. کنی بیا پوش. با من دیدید. انم خیل مرحمتش بیدید. انا ایناش رو هم پوش. بیا رفتیم.
خدا خانم جانان، اگر در فیلم اشتراک کنید ریتینگ ریکوردی میگیرید. براستی ریکوردی مرا گذاشته نمیتوانید، اما برای نقش دویم میشوید، شکی نیست. بهودگویی نکن، من تنها نقش اساسی رو می‌بازم. میلش دخترم، رفته فکر کنید. اگر پسندتون آید میگیرید به من زنگ زنید. آخر شاید یگان نفر دیگر هم آید. همین طور نی؟ البته. خوب هستی؟ بیا چنید اینجا. نه مرا به بالا برارید. داروهایم در همانجاست. میلش مرا داری؟ نه بخیر. بایسته. احتیاط شوید. داروهایتون در کجاست؟ در حجره است.